مادر فرشته حیات، آفتاب مهر، آلیه زیبایی و سرچشمه جاودانه حیات. اداره برنامه‌های صبح تاجیکستان بخشیده به روز مادر تقدیم می‌کند. ما وجود مقدس مادر را از اول لحظه های حیات تا دم واپسین فراموش نمی‌کنیم. مادر هستی به تو عاطفه کرامت کرده که با هیچ قیمتی نمیتوان آن را سنجید. امروز زن در جامعه جایگاه خود را دارد، موقع خود را دارد. امروز ما توانستیم در یک ناحیه خرد همین کارگاه ها تشکیل نموده بهر آبادی دهات زندگی خود کار و فعالیت نمود. بهر دستگیری زنان صاحبکار باز هم امکانیت مفید فراهم شد. برنامه صبح تاجیکستان صبح روز 8 مارس در تلویزیون تاجیکستان